سلام هموطنان نازنین، خدا کنه که جور و سلامت سرحال باشین. در شهر ازبکستان هستیم، البته بازار مشترک دیگه. اینجا یک رستوران است به نام رستوران کابل با غذای متنوع افغانی. حاجی صاحب سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم. چی دارین در این رستوران؟ در این رستوران ما تمام غذاهای محلی افغانستان داریم و بله. غذاهای فست فود داریم. بسیار خوب. قابلی کباب، قابلی کباب، آشک، منتو، چاینکی، چای و حتی نهاری صبح داریم که بله. از قیماق چای و کابلی است، شیرچای است. بله. تمام چای های غذای وطنی رو ما کرایی داریم. بسیار کباب داریم برای بله. چای صبح خود. در خدمت مردم هستیم. ما در خدمت وطن. قربانتان دوستان، ما آمده بودیم به بازار مشترک دیگه. امروز حاجی صاحب سر خوردیم. واقعا که غذای لذیذ و مزه‌دار اینجا شما میتونین که به دست بیارین و نوش جان کنین. البته موقعیت ما است یک بازار مشترک دیگه، بلاک بی دستراز که آمدین دمی آخر سر اینمی رستوران تا پیدا کردین و غذای وطنی را نوش جان کنین. رستورانت های دیگه هم هست دیگه، غذای ازبکی است دیگه. رستورانت هم هستن غذای ازبکی هستن، اونا دارن در همین مسیر اینجا قرار دارن. ما دیگه در جان ما و شما قدر نخواد بشینه نمیخوره. یک ذره به وطنای ما که هستن میان اونا میخورن، اما میگه او غذایی که از خود ما شما از وطن خود ما شاست به او اندازه طعم و مزه زیر نداره، فرق میکنه. از اینا دارن غذای خوبی دارن، اما ما شما هر جایی که بریم بازم همون غذای وطنی خود ما شما که نباشه بازم همون لذت نمیتونیم برد از همون غذا. دوستا در زیر صفحه سعی کنین این شمارگه که حاجی صاحب است از این پل ایرتان تیر شدین زنگ دین تا میاین دم سر میز تیار باشه. بله ما در خدمتتان هستیم. فقط اون دوستای ما رو میبینین که به طرف از مرز که میرن و میاین، فقط از همون مسیری که داخل بازار میشن مستقیما به طرف دستراس کابل رستوران در خدمتشان است. انشالله. باز اون زنگ بزنید، در واتساپ یگان عکس همراهی میکنه براتون که راه رگم نکنه. بله دقیقاً. حتما اینجا دوستای هست که باز به زبان ازبکی هم تکلم دارن، یگان راهنمایان شما را میتونن. بله استادای سه تا ما که هستن، سه تا استادای ما زبان ازبکی میفهمن که از استاد بزرگ ما که هستن از اخچه هستن که اینا در خارج هم بودن. استادای فست فود ما که بسیار استادای ورزیده ما هستن که ناس و کبابی ما هستن. امان الله جان است و حاجی صاحب اسد خو مدیر رستوران ما هستن. خب ماشاءالله. و یک کل دوستایی که اینجا مسلکی است دیگه در گرد جمع. بله هم میگیره استادای ورزیده و مسلکی، چون بیرون از مرز هستیم. اگر در بیرون از مرز استادای ورزیده نباشن، اونا قابل نباشن، نمیتونن که اونا غذای درست تهیه بکنن. و در اینجا که دوستای خارجی ما که اینا بیان از غذای ما بیان استفاده بخورن و از اون بچشن، باز ببینن که غذای درست نیست، باز نام ما بد میشه. با ما اساس ما خواستیم که استادای ورزیده باشن تا اینا نانای خوب را تهیه بکنن و تا هموطنای ما و دوستای خارجی ما و کسانی که از افغانای ما که از خارج میان در اینجا در این بازار بازدید میکنن و اونا مزید غذاهای ما را استفاده میکنن و هم لذت ببرن از غذای وطن. تشکر یک جان، بخیر و سلامت باشین. زنگ بزنین، در خدمتتان است. ما رفتیم که نان یخ. ان شاء الله ما در خدمت شما هستیم. با سلامت باشید. خدا